همصحبت من محمد مراد عبدالرحمانوف، پهلوانی معروف تاجیک. محمد مراد عبدالرحمانوف بر اساس نظرخواهی خبرنگاران ساحه ورزش به قطار 10 نفر بهترین ورزشکاران سال داخل شد. ما شما را تبریک میگوییم و همچنین با سال نو میلادی تبریک میگوییم و لطفاً میگفتید که این سال 2014 برای شما چگونه سال بود؟ تشکر میکنیم بر شما. سال 2014 برای من خیلی سال بابرورم بود. از اول من با سبب لرز برداشتم قریب که 4-5 ماه از تمرین خفا موندم. بعدا تمرین کردیم در چنانه که در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جای اول را سزاوار گشتم اوید بزودا و بعدا در بازی‌های سالی که در شهر پوکت تایلند برگزار شد سزاوار مدال طلا گشتم. فکر میکنم که سالی باورانم بود برای من. محمد مراد، سال نو 2015 برای شما چگونه سال است؟ یعنی شما چه نقشه ها دارید؟ سال 2015 چخیلی که معلوم است برای علاقه سر شده است راه خط گرفتن، خال گرفتن برای بازی المپیک. ما نقشه داریم که در مشق‌های دسته جمعی که در اروپا برگزار می‌گردد اشتراک کنیم و گران پری از در اونجا مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم. بعدا چمپیونات آسیا که در کویت در شهر کویت برگزار می‌گردد اشتراک کنیم و خال‌های سزاوار مدال گردیم و برای بازی‌های المپیک راه خط بگیریم. و در آخر محمد مراد، تمنیات شما در سال نو میلادی با بینندگان و شنوندگان ما؟ تمنیات من اولا همه هموطنان خودم را تاجیکستان عزیز را با سال نو میلادی تبریک گفته و در بگذار همیشه سربلند باشند، خرسند باشند. بعدا تمنا داریم که دولت ما، ملت ما هم خیلی آسوده و آسایشته باشد، در هوای صافی همین کشور زندگی کنیم. تشکر برای صحبت محمد مراد. ما با شما در سال نو میلادی 2015 موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم. تشکر، سلامت باشید.